جنرال الله چطوره؟ الحمدلله معلوم میشه؟ آره چرا معلوم نمیشه؟ شریف الله چطوره؟ ما بسیار خوبیم آقای کاظمی بزرگ، آقای کاظمی عزیز جان ما برادر مخلص قومیم. ما مخلص قوم پس کلاس ما. نه ماشاءالله. ما فقط آقای کباب هم جور شد دیگه. کباب به هر صورت الان اینی سیمی بخور قابل خبر نورای خیر جایش بدل منی چطور؟ بچه 3 جور نگن بخور جای یک جایش تو یک جایش وان و سنگ هم رخم دیگه امرون نیکو چیز نیه و سنگ هم رخم بود نه سنگ هم دیگه بره خیشت نیه ای دفعه بطولو کنم؟ آره یه پیدا نشته پایی پیدا می 3 دفعه 4 دفعه چوش داشته خوبی بخیر جان تجاره مقصد در حال کبابی کبابی اصلی ما می شاگرد ما یک چند سال حدودا شاید نزدیکای 100 سال در چیز شاگردی کرده طرفای شبرغان. خب دوستای عزیز ما قسمی که در تصویر میبینید ما فعلا در حال کبابی و کبابی میشه یا کباب کدو بچهش خیلی یخ گرمه اینجا این که است پاکیز مویا هفته هم که خیلی این کباب باز خوب است بال کسته رفته و پختن از شی قوخ دیگه کسته میجیدم شاخ کوم دیدیم ما ای کو ما خیلی بالم دیم موقع زیر خودم هم خبر ندارم در کجایا آقای صادقی که است قرار بود بایا ولی او ممده مور پیدا نتونسته پس رفته دیگه آقای استاد کاظمی که است فعلا همون چیزایش که پختاش میگیره جمع مونه در اونجا میله چیزایش یک قرار پختاش نه بازیر در نزدیک قوق مونه نشته کاظمی بشیر قسنگ نزا بچه آقای کاظمی صاحب کمک چای ولدیم چای جوش جور ننیم چایش تم با یا خیلی میرم کمک پختش نه همه پختش نه علی خیلی زود خیلی زود پخته شد کاظمی صاحب اونا که اونجا است ما شما که زحمت رو منی خو هم استقاندارش ولد اسمو بلخو و نمیشنوم مشکل نیست واسه چون خارجی کنه تا کجا ولی میره تو اینی طرف خالی کو یک دفعه مرا موسیقی رو بدی تایرم تون چی این ما اینج قوق جور کنم کی چیز کاظمی امیر بیخیش پختش نینی تمام شو بلکه یک دفعه تمام شو بلکه شده وزنه پختت نی آره کسیز ولی خوب شد چه برادر ما در بخش کباب استادیم ما بس رئیس اول چی کنه علی خیلی قشنگ گله خیلی خوب بوی هم میده گل نمیفهم نامش چیه نامش را دوستا در کامنت بگید امو یوتیوبرها میرخم میگن نه دوستای این مو خبر نداره کو چیز مثلا نگو چیز خیلی کلی گور مفهمه چیزه نه این مثلا مگه یعنی چپلی اوستا
یعنی شبلیر نشان میدم که دوستا خبر ندارم این چیز خلا این نامش دکومنت بگین اینا لام گل دوستا برادر نامش دکومنت بگین مرا کازمی یک دنش بیدی بچیش اینش بخیر استخوانه ما دیسمم صاف نیه اخی این بخی نه گوشتش نداری خلاص استخوانه بس عالیه دوستان عزیز کبابی که آقای کاظمی صاحب اختک ده حرف نداره کاظمی این که یک دفعه چیز کنم قوغر یک طرف جمع کنم زود پختش نه چطور؟ نه دیگه این مست دیگه امالم درو سوخته رهیه اون موشم بالکن آردوش شده ای کاکای تو فهمیست کار نی؟ حالا امیارم بویار مهمیاره قلبم از دوری او سخت بقراره یاد خنده های تو گوشم زنده است این دل عاشق ما به تو پابنده است برگرد یار جان چشم براه تو هستم من همیشه چشم براه تو هستم ابرای آسمان بوی یار ممیاره قلبم از دوری او سخت بقراره یاد خنده های تو گوشم زنده است این دل عاشق ما به تو پابنده است برگرد یار جان چشم به راه تو هستم من همیشه چشم به راه تو هستم ابرای آسمان بوی یار مهمیاره قلبم از دوری او سخت بقراره یاد خنده های تو گوشم زنده است این دل عاشق ما به تو پابنده است برگرد یار جان چشم به راه تو هستم من همیشه چشم به راه تو هستم